بعد از به سر قدرت آمدن طالبان برخی از هنرمندان افغانستانی به تاجیکستان فرار کردند. آوازخوان معروف صفی امانی برای فرزندان پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت به نورسان موسیقی را می‌آموزاند و مشغول ایجاد ترانه‌های نو است. میگوید معاش میگیرد که تنها برای پرداخت اجاره منزل برای خانواده‌اش میرسد. فعلا که تنها ایوان را امی عاید موسیقی است که ضمن از که ما در بعضی محفل‌های دوستا، محفل‌های گوناگون دوستا و هموطنان ما اشتراک میکنم، در کنسرت ها اشتراک میکنم و یک تایم درسی دارم که استاد موسیقی هستم که ما تدریس میکنم در کورسی که مربوط افغان خودمون میشن و از این کورس هم عاید میکنم. در این روزگار خود پیش میبریم. یعنی کفایت میکنه اون مبلغی که به دست میاره؟ خب کفایت آنچنانی که ما بخوایم که شرایط زندگی خود پیش ببریم به صورت عالیش نمیکند، اما در شرایط فعلی غنیمت میشماریم. با گفته باختر خراسانی، آهنگساز مقیم امریکا، آمار پناهندگان صاحب هنر دقیق نیست، ولی هنرمندان زیاد افغانستانی فراری شدند. هنرمندای افغانستان در طول 40 سال همیشان یک پی در پی آواره شدن، از کشور برآمدن و به ویژه در این زمانی که حکومت طالبان آمده، بسیاری هنرمندایی که تواناییشان داشتن اونا آواره شدن، از کشور برآمدن و به کشورهای دیگر رفتن. گل حسین رحمتی مسئول بخش فرهنگ و روابط با جامعه سفارت افغانستان در تاجیکستان است. او میگوید که با بازگشت طالبان در افغانستان تمام بنیادهای فرهنگی و اقتصادی و امنیتی فرو ریخته است و اهل فرهنگ و زیاد تلاش کردند وطن را ترک کنند. یک چیز مسلم نه تنها در تاجیکستان هنرمندای افغانستان با مشکلات اقتصادی دست پنجه، در روی دنیا طبیعی است که وقتی انسان خانه خود را، وطن خود را، سرزمین خود را از دست میده، او چیزی که به وطنش داشت طبیعیه که حالت مهاجرت و پناهندگی او امکانات و رفاهی که یک انسان در خانه خود، در وطن خود، در سرزمین خود داره نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه خصوصا خانواده هنر و موسیقی یا سینماگرای افغانستان در افغانستان از طریق امی هنر موسیقی خود اینا امرار معاش میکردن. او یک چیز مسلم بود، یعنی او کسب را، یعنی امو پیشه درآمدی را اینا با آمدن طالبان از دست دادن. در اینجا صرف وقتی پناهنده شده یا در تاجیکستان یا در ایران یا کشورهای دیگر، یعنی از طریق هنر طبیعی که اینا غذا یا درآمدی ماهوار و روزمره خانوادگی را در آوردن نمیتونه. حالا در تاجیکستان بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی زندگی میکنند. هنرمندان فراری در مراسم‌های عروسی خانواده‌های افغانستانی هنرنمایی میکنند و به محفل‌های هنری رسمی تاجیکستان گاه نیز دعوت میشوند.